ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برترست، پیغمبرش بهترین عالم است. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري رحمه الله. حضار گرامی، تقریبا در حصه آخری رمضان مبارک قرار داریم. از همه اولتر باید یادآور شوم که بازم رمضان از پیش ما در غفلت تیر نشود. چی ده شب اخیر هم یک فرصت طلایی برای ما بنده های الله متعال است. اگر ما حقیقت ارزش این وقت درک کرده باشیم. تقریبا صبا 20 رمضان است، 2 دهه رمضان مبارک تیر میشه و فقط متوجه شیم که 20 روزه با کدام قسم تیر کردیم، در کجا تیر کردیم، چقدر اعمال خیر از دست ما صادر شد و چقدر خود بند کرده بودیم از اعمال شر. یک مرتبه باز رجوع کردن به حالت اولی خود. آیا اکثر اوقات در خواب تیر کردیم و بعد از او شروع کردیم برای مهیا ساختن آن چیزی که دلخواه ماست، خود هم مصروف و اولاد خود هم مصروف در کارا کردیم؟ یعنی که در این رمضان مبارک ما تعالی را چقدر تلاوت قرآن کریم کردیم، چقدر صدقه کردیم، چقدر پابندی عبادت الله سبحانه و تعالی را کردیم و چقدر رجوع به سوی الله متعال کردیم. خب بازم از دست ما نرفته. این 10 شب آن شبهایی است که مشتمل به شبی است که اگر واقعا یک بنده مؤمن نظر به تصدیق وعده الله سبحانه و تعالی، اجر و ثوابی که الله سبحانه و تعالی برای بندگان خود گرفته، در تلاش و طلب این شب شود
این چقدر عظیم نعمت است که برابر یک عمر الله متعال برات ثواب میده. و این عبادت بهتر از این قدر، از 1000 ما عبادت کرده بهتر عبادت است. از او خاطر بازم از ما فرصت از دست نرفته، خو شرط است که ما این فرصت غنیمت بدانیم و آمادگی برش بگیریم. تأسف در است که مردم ما خصوصا در شبهای اخیری که زیاد احتمال از این میره که لیلت القدر دو شبا باشه که 7 شب اخیری است، دموجه مردم هم میبینی که آنقدر مصروف میشن، آنقدر خود مشغول میسازه. ام کسب کارای ما واخو خوش هستن که موسم تجارت است، دکان خوب خرید داره. و ام مردم عادی ما، شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنی، پیش ما وقت هیچ اهمیت نداره. دنبالی 2 کیلو نخود این تا منډه‌ای را رفته می باشه، کل روز خود در اونجا مصرف کرده. امیقا فکر نمیکنه که 10 افغانی 20 افغانی اگر من قیمت بگیرم خو 1 ساعتی خود که اونجا ضایع میکنم و در شهر میرم و سبب ازدحام مردم میشه. این چقدر سبب اذیت برای مردم میشه، این را در نظر نمیگیره. در این فکر نمیشه که بیا علی در مسجد الله برم، در گوشه مسجد بشیرم، یک کمی از حالات عمر خود در پیش روی خود بگذارم که چه اعمال دارم. مردم هم میبینی زن و مرد در بازار راه نمی باشه، موترا آنقدر ازار اذیت میشه. به الله قسم مسلمان کاش که اسلام بفهمه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان کامل کسی است که دیگه مسلمان از ضرر زبان و دستش مکمل به امن باشه. لا یؤمن احدکم، مؤمن شده نمیتونه یکی از شما حتی یأمن جاره بوائقه، تا ای که همسایش از ازرار تو به امن باشه. ولی ما در دیگه اوقات بگذار در رمضان مبارک آنقدر سبب اذیت مردم میشیم که پرسان نکو، یا توسط موتری خود به جای استاد میکنیم میرویم، یا در خرید و فروش خود. حالا که آلی خو بازار در کوچه آمده، آلی خو بازار در کوچه آمده، سبزی که سبزی یک ترکاری گندنه هم در تونس برات بار شده، میوه بار شده، کوچه به کوچه صدا میزنه. چی ضرور است که تا اونجا را میری و سبب اذیت مردم بشی و وقتی قیمت بهای تا ضایع میکنی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. ای مردم بفهمی، به الله قسم از این وقت قسم سوال میشه. لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمره فيما افناه. از این عمر سوال میشه در کجا فانی کردیم، در کجا از بین بردیم. این اوقات خیلی طلایی است، بسیار جای تعجب است. من در بس جایا میبینم این مسجد است، نماز پیشین خلاص شد باز این خوابخانه جور میشه. گاهی اوقات دلم درد میکنه. حال سلفه که در کتابا مطالعه میکنیم که و همه کسبای ضروری خود ترک میکنن، حتی تدریس، حتی تعلیم، و می آمدن تلاوت قرآن شروع میکردن، معتکف میشدن. مردم ما میاد مسجد خواب میکنه دور و دراز تا دیگره. ما با سلف مقایسه کنیم، از او خاطر هیچ گله نداریم. امروز اگر سر ما هر قدم بدحالی بیایه هیچ گله نداریم. چرا؟ به خاطر که حالت ما موافقت با حالت سلف نداره. پیش ما دین، وقت، ثواب، فضیلت، ارزش داره. تلاش میکنیم که همین دین ما یک کمی سمبولیک شوه، یک کمی ظاهر تظاهر شوه، مردم یک کمی آگاه شوه، گریان ما را یک کمی مردم ببینه. خلاص حقیقت امر و آن چیزی که واقعیت دین است او را فراموش کردیم، تلاش نداریم. در اینجا در کراچی فروشی ما آنقدر گناه میکنه که هیچ حد و اندازه نداره. سرک بند انداخته می باشه، موترا بند می باشه، مردم به تکلیف می باشه. خواب در سری او پولی که تو پیدا میکنی،
از امو خاطر است که الله متعال برکت در کار و روزگاری ما نمیندازه. ما هیچ موقعیت نشناختیم، نه اهمیت پیش ما ثواب پیدا کرد که میگفتیم معالجین بگیم که بیادرها دیگه بس است، من نزدیک شام شده میرم، یعنی قدر وقت فروش کردیم بعد ازی فروش نمیکنم میرم. برید دیگه چه الحمدلله دکانه خیلی زیاد است. کوشش ماست یک کمی با آخرت تجارت کردیم یا نه؟ چقدر فایده کمایی کردیم. خب تلافی تمامی گپا در 10 شب میشه. این 10 شبی است، شب اجتهاد، کوشش. ما امتی پیغمبر علیه السلام هستیم یا نیستیم؟ عایشه رضی الله تعالی عنها، مادر مؤمنه، زوجه مطهره پیغمبر، شخصیتی که نقطه نقطه از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم تعقیب کرده. فهم دین، زیرکی دین، دقت در دین هر کس الله برش نصیب کرده نمی باشه. بعضی کساست که الله متعال برش این فضیلت نصیب کرده می باشه. در بین ازواج مطهرات عایشه رضی الله عنها را که الله کدام زیرکی و هوشیاری نصیب کرده با کسی دیگری نصیب نشده، او آنقدر دقت میکرد در حرکات رسول الله صلی الله علیه و سلم، در زندگی پیغمبر. در این موردی در شب مادر مومنان نقل میکنه حدیثه. افسوس که دشمنای دین امروز برای ازو فاحشه میگه، برای ازو زانیه میگه، لیکن خبر نداره. ای بدبخت، ای دشمن اسلام، ای شاگرد شیطان، اگر عایشه هیچ فضیلتی نداشته باشه، تنها او مقدار احادیثی را که هیچ کس از او رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلاع حاصل نمیکرد بجز از کی؟ عایشه رضی الله عنها، که او حالات خفی و پنهان رسول الله را به ما انتقال داده. امی فضیلت برش کافی است. تو تابعگاره هرچی که میگی. او در مورد حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث میگه ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا دخل العشر الاواخر، وقتی که داخل میشد 10 شب اخیری، ببینید چقدر دقت داره، رسول الله را تعقیب کرده، پیغمبر را تلاش میکنه که چی انجام میده، چی کار میکنه، متوجه است. حرکات پیغمبر، سکنات پیغمبر مراقبت کرده رئیس. ما براتون گفتم ازواج مطهرات 9 دانه 9 زن زنده است. زندگی پیغمبر قطعش تیر میشه، اما حالات زندگی را که تعقیب میکنه کیست؟ عایشه صدیقه رضی الله عنها. او چی میگه؟ ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا دخل العشر الاواخر، زمانی که 10 شب اخیر داخل میشد، احیا اللیل، عمل رسول الله چی بود؟ زنده میگذرانید شب. زنده گذراندن شب دماوری نیست. سریال ها را سعی کنیم، فیلم ها را سعی کنیم، اخبار را مشاهده کنیم. لا اقل صوفی و شیخ ما تراویح حرم گرفته میبینه، فقط از دیدنش لذت میبره، لیکن در تمام امی 20 شو که از پیشش تیر شده، یک روز به ملاصب قدم نماند که ای ملاصب. همون مسلمان ها خو اینی رقم تراویح میخوانه، رکوعشان خیلی آرام است، سجدهشان آرام است، قومه و جلسهش آرام است. تو خب برای ما اینجا یک وقت عسکری کرده بودیم، زمانی که ما یک چیزی جنایت میکردیم عسکرا با سای منصب ما را جزایی میکرد، باز ما را کمانده میکرد به نام زفت و پرود، حرکت میداد مش باز میگفت پرود، باز میگفت بخیز قم استاد شو ولار سای، باز میگفت برو باز پرود. ما خود نماز ندیدیم. بلکه پیشتر میگم که ما ظاهر فریب خدا میگیریم، فقط ظاهر فریبی، از دیدن لذت، از درس نگرفتیم، حقیقت درک نکردیم که همین مخلوق الله به میلیون ها مردم است، یا بار خطا نمیشه، یا خواب نداره، یا پسشوی نداره، یا کار روزگار نداره، یا خیلی با آرام نه تنها نماز میخوانه تراویح
در این 10 شب اخیر بر علاوه تراویح باز قیام اللیل است. آذان گفته میشه، مردم پس جمع میشه، تلاوت های قرآن میشه، گریانا میشه. و بنده مومن تو خود صحنه را به چشم سر میبینی، یک چیزی درس گرفتی، درک کردی. ای ملت مظلومه پرسان کنه، به الله قسم قیام اللیل نمیشناسد که قیام اللیل چی هست. از این خاطر اعمال و کارروایی های مسجد ما به مردم بسیار ناشناس. جدید جوانا این جمعه کل تعجب میکنه، این چی رقم وتر، این چی رقم قنوت، این چی رقم قیام اللیل، این چی گپ است، این چی حالت است. آخر ما کدام طرف شویم؟ این مردم مظلوم بیچاره روز آمد کجا گذرانید؟ در کجا تیر کرد؟ کدام عبادت انجام داد؟ چه قومری خیر در سر رسانید؟ چقدر کمک کرد؟ چقدر مظلومان حالش تفقد کرد؟ چی 10 شب اخیر رمضان است که ما شب به عبادت الله تیر کنیم، لیکن روز دنبال کسای بگردیم که کس نداشته باشه، سرپرست نداشته باشم، تفقد حالاتش بکنیم، محض گردن خلاص نکنیم که زکات دادم، به حیله و بانه، به چرسی و بنگی، به فاسق و فاجر و شرابخور، به بینماز و روزخور زکات تداده. یک کمی دقت بکن و مسلمان، یک کمی تلاش بکن، بی کی هست که واقعا مستحق است. و خانه را شناختی که یتیم است، و خانه را شناختی که کل مردان گونتانامو است، در بگرام است، پل چرخی است، در پاکستان است و در ایران است، در یونان است. از او خود خبر کردی یا محض خود خلاص کردی؟ زکات دادم، خوش شدم. در کجا دادی؟ چه قسم دادی؟ یا مسلمان یک کمی ما دقت کنیم، هوشیار شویم، درس بگیریم از رمضان ها. رمضان ها ما را تربیت میکنه، ما را تعلیم میده، چی را یاد بگیریم؟ تقوا را یاد بگیریم. لعلکم تتقون، هدف فرضیت رمضان. چقدر تقوا در ما آمده، چقدر مامورات الله انجام دادم، چقدر از من یاد خود دور کردم. چرا بهترین موقع نیست؟ بهترین فرصت نیست؟ بهترین عمر نیست؟ قیمتی ترین عمر نیست؟ اگر واقعا داد از محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم میذاری، مادر مومنا برات گفت که رسول الله در شب اخیر داخل میشد، احیا اللیل، شب مکمل زنده تیر میکرد. تنها پیغمبر هیچ خیر نمیخواه. کدام کسی باشه که خیر اول برای اهل خود نخواه، چیزی که مفید و فایدمند باشه، تجارتش فایده زیاد داشته باشه، روادار نیستی بالای قریبی خود. و ایقظ اهله، رسول الله میرفت ازواج مطهرات بیدار میکرد، بخیزه، موقع نیست که خواب شوی، این موقع بیداری است، این موقع زحمت و خواری است، این موقع اجتهاد و کوشش است. و شد مئزره، و شد المئزره، ازار بنده بسته میکرد. دو مطلب داره، تقاضاهای شهوانی در این شبها مکمل ختم میشد، توجه به این طرف ها هیچ نمیکرد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نگاه قوت از ما و شما که خیلی قوت قوی داشت، اما این شبها ادنا توجه به این طرف نمیشد، کوشش میکرد که این گپا نباشه. شبها و روزهای فقط توجه به الله سبحانه و تعالی است، شبهای کوشش است. در یک روایتی که احمد و مسلم رحمه الله روایت میکنه، امی حدیث مادر مومنا رضی الله عنهاست، کان بود رسول الله یجتهد فی العشر الاواخر، بسیار کوشش میکرد، طاقت خود خرج میکرد در عبادت الله، در طاعت الله، ما لا یجتهد فی غیرها، که در غیر شبها حتی در 20 شبی سابقم که تیر شده بود با این اندازه قوت و طاقت خود خرج در طاعت و عبادت الله نمیکرد. امروز دعوای امتی بودن رسول الله را داری؟
امروز تو فکر میکنی که من واقعا رسول الله را دوست دارم؟ یقین داری که رسول الله کدام کار کرده دو خیر و فلاحی خیلی زیاد است، دو برکت زیاد است؟ به الله قسم از دکانداری مکده اونجا خیر زیاد است، اونجا فایده زیاد است، اونجا ثمره زیاد است، اونجا ثواب زیاد است. به الله قسم از موتروانی مکده، از دفترداری ما کرده، از هم مکده. یقین داریم که رسول الله دنبال چی گشته و من دنبال چی میگردم. 12 بجه دروازه دکانت بند میشه، 12 بجه موتریت داخلی اولی میکنی، مانده و زله میفتی، پس شویرم نمیخوری، سبا روزه گنگ سگل اونجا مردم برات سودا طلب میکنی، جنگ که در رایستی، دشنام داده رایستی، لطوکوب شروع میشه. کدام رمضان، کدام تابیداری پیغمبر، کدام تابیداری؟ ای کاش ما حقیقت تابیداری رسول الله را درک میکردیم. به الله قسم اگر ما مقام و منزلت رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمیم آن قدر دقیق میشیم. مثل عایشه رضی الله عنها واره، مثل ابن عباس رضی الله عنهما واره که شب در خانه خود تیر میکنه، مراقبت میکنه حالات پیغمبر، که پیغمبر شب چی میکنه. زمانی که رسول الله میخیزه برای تهجد، ابن عباس رضی الله عنه مشتاق بچه است، میخیزه او هم وضو میکنه، میاده پالوی رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد میشه. بچه است، بچه او باید غم آخرت نداشته باشه، تشنه بازی خود بکنه، قطعی بچه تو بازی بکنه. ای الله، کسی را که الله انتخاب میکنه برای فهم دین او را انتخاب میکنه. ابن عباس همونطور مفسر قرآن نیست، همونطور رسول الله برش دعا نمیکنه. اشخاصی است که الله ضمیرش برای دین ساخته، دنبال دین میگرده. او میگه که در طرف چپی رسول الله استاد شدم، رسول الله دست پیر کرد، از گوش گرفت طرف راست استاد کرد مرا. ای افسوس. انس نقل میکنه، انس رضی الله عنه شاگرد در صالح رسول الله در خانه ام سلیم رسول الله میآید، نفل استاد به نفل استاد میشه. انس رضی الله عنه در پالوش استاد میشه، ام سلیم رضی الله عنها در پشت سر استاد میشه. طریقی صف جور کردن بر ما نشان میده، بر ما نقل میکنه. ای دعاگرای محبت پیغمبر کجاستیم؟ رسول الله در کل عمر اعتکاف کرده، در سالی که وفات میکنه رسول الله 20 شب اعتکاف کرده. ما اعتکاف میشناسیم. ما به مو دوستای خود بالله قسم دل ما سرتان میسوزه، ای بیادرائیم بالله قسم عناد نداریم قطعتان، حسب نداریم قطعتان، ولی یک چیزی که مرا جور میده همیسته که ملت دین دوست، ای محبت کردنی دین، شما را بالله قسم در مسجدتان معتکفه به پول و پیسه و به کرایه شاندی، یعنی که جوان است اشتیاق داره آمده در مسجد جای پیدا نمیشه. این مسجد که خردک از خردک به نسبت مساجد کابل نه جای داره، نه احاطه داره، نه جای وضوعی صحیح داره، نه فرش و ظرفی صحیح داره، نه رنگ و روغنی صحیح است. ولی الحمدلله ثم الحمدلله ما کسایی که گریان میکنه میگه لیست پوره شدم از اعتکاف باقی مانده. جوان در سن جوانی گریان میکنه که ما لیست پوره شدم، ما اعتکافم امسال میمانه. و جوان برو سریال ببین، جوان برو در قوشخانه، جوان برو در سینما خانه، ولی جوان میگه که اعتکافم امسال نمیشه. این چه قسم سرم تیر شود. هنوزم شمارای حقیقت و حق نشناختی، هنوزم فکر میکنی که واقعا چی حالت است. ای مردم مسلمان، در مسجدتان معتکف پیدا نمیشه، با کرا مردم ریش سفیده پول میده، پول. جای افسوس نیست، جای افسوس نیست، بسیار جای افسوس است. چرا اینطور است؟ دین بیان نشده و ملت اعتکاف نمیشناسه، و ملت ثواب اعتکاف نمیشناسه، و ملت رسول الله را تعالی نمیشناسه، و ملت عمل کرد رسول الله را نمیشناسه. این حالات ما است. لیکن
لیکن ما باید تفاوت داشته باشیم. من بارها یادآور میشم، توصیه من میسته که اهل مسجد و مشترکین مسجد دعوت تنها به زبان نیست، تقریر خطبه جمعه نیست، آنقدر که مؤثر دعوت عملی است. از ملا کده، از مکده دعوت تو جوان خیلی زیاد تاثیر داره. حرکات تو مراقبت میشه، عمل کردی تو مراقبت میشه، در کوچیت مراقبت میشه، در محله و مسجدت مراقبت میشه. کدام کار اختیار کرده ای؟ راستی تا بگو سلفی جماعت ترک کردی به نام ازی که نماز پشتی ازی نمیشه؟ شیطان ابلیس یک بهانه را برات جور کرد. تعظیم ریش سفید نمی کنی که برو مبتدی است با این بهانه؟ یعنی که در رمضان رفتی ریش سفید تعظیم کردی، پای پوشش هماندی، جماعت تکبیر اونا را گیر کردی، دستی دسترخوان را برابر کردی، از وسط خورما را تقسیم کردی. کدام کار کردی؟ که مردم ببینه، که مردم بشناسه کی آدم کدام آدم است. همون شخصی است که ما از پیش نفرت داریم، همون شخصی است. او جوانی سلفی چی کردی؟ دمی رمضان قدی پدری تام جمع کردی، مشرک گفته از خانه برآمدی، یعنی که پدر جان ملم کردی. پدر جان بسیار مردم میه امروز جمعه است دمی ترجمه قرآن محتر این دوستم است محتر آورده، نمیشه که یک دفعه بریم پای پوشکی شماندی، به مادر گفتی کالا از زیر تبدیل کو، در صحنه میدان ترجمه بردیشه. چی کردیم؟ چی دعوت کردیم؟ کی را دعوت کردیم؟ کدام طرف؟ مردم از خود توراندیم یا جمع کردیم؟ چی کردیم؟ رمضان به ما چی درس داد؟ چقدر مردم در صحنه تراویح آوردیم، در صحنه نماز آوردیم، در صحنه ترجمه آوردیم. چی تصمیم داریم؟ چی تصامیم داریم؟ چند نفر دوستم صنفی تا جمع کرده که یک درس تربیتی شروع شده. خیر است اگر اعتکاف از ما رفته، درس از ما نرفته، اون جمعی معتکفین قیام اللیل میکنه، ما و تو از طرف روز میریم در ترجمه قرآن، از طرف شب قطعیزیو قیام اللیل بکنیم، درس بشنویم، یک چیزی را آشنا شویم. چند نفر آماده کردیم، چند نفر کوشش کردیم و بسیار مهارت و بسیار دلسوزی، به یقین ای گپ که یک نفر اگر هدایت کنم از شترهای سرخ بر ما بهتر است. چرا؟ رسول الله این بر ما گفته، پیغمبرم بر ما فرمان داده. میایم باز میایم دمی گپی کیست؟ گپی کی است؟ گپی دکتر صاحب است، برام نسخه داده، برام گفته کی را پرهیز کو. پس خانه آمدیم، گوشت لذیذ، اشتهای قوی برش وجود داره. دمی رمضان دست دراز نمی کنی. چرا؟ دیگر نسخه از دکتر صاحب گرفته ای، دکتر صاحب پرهیز کرده تا شکرت زیاد شده، چربی خونت زیاد شده، از گوشت مال بالکل اجتناب بکن. من از خاطر اول میگم که چقدر باور به رسول الله دارم، چقدر یقین به سخن رسول الله دارم، چقدر محبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم دارم. اول این را موازنه میکنم در وجود خود، بعد از او گپش میشنوم تا که محبت پیغمبر در قلب ما جا نگرفته. گپش شنیدن، بله صدها دفعه شنیدم، از این گوش شنیدم، از این گوش برآمد، نه تغییر در عمل ما آمد، نه در زندگی ما، نه در نمازم، نه در عبادت و طاعاتم. از او خاطر ای بندگان الله، ای کسایی که ادعای محبت پیغمبر میکنه، اول شما را به این متوجه میکنیم که اول خودتان نمیالی، یک لحظه متوجه شوی که چقدر محبت رسول الله در قلبتان جوش میزنه. محبت ما به اندازه محبت صحابه در صدام درجهش میرسه. ابن عمر خوش شده نمیتونیم، این خود سنت های تعبدی را بگذار،
سنتای عادی سفرشم ابن عمر رضی الله عنه ترک نمیکرد. در سفر حج روان است، در جایی که می رسید که رسول الله اونجا روی مبارک دور بداد و جا می رسید، باز می گفت که اینجا محبوب ما رسول الله روی این طرف دور داد. سخن می گفت ما امروز سلفیستیم، سنت در باد هوا دادیم، دعوای سلفیت میکنیم، گناه نداره، پروا نداره. از مسجد میبرایم 20 رکعت پوره نمیکنیم، چرا؟ بدعت است. تو نیاز نداری. در صورتی که قرائت خوب میشه، قرآنی خوب خوانده میشه، چی ضرور است؟ کدام محبت پیغمبر در قلب ماست. ما اول امیر در قلب خود ببینیم و بعد از او. حدیث ابی هریره شاگرد ملازم رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانم که رسول الله فرموده من قام رمضان ایمان و احتسابا، کسی که رمضان قایم کرد، نماز تراویح خواند. من صام رمضان ایمان و احتسابا، کسی که رمضان روزه گرفت. من قام لیلة القدر ایمان و احتسابا، کسی که شب قدر قایم کرد. خو عرصه گپ، روزه، نمازهای شب، احیای زنده کردن لیلة القدر. خو من میگم که سخن رسول الله قدر وقت پیدا میکنه که دو کلمه را قطعش بفهمیم، ایمانا و احتسابا، که من عقیده داشته باشم، باور داشته باشم سخن رسول الله است، سخن پیغمبر است، سخن کسی است که از نفسم کده بسیار پیش است برای من. سخن پدر معنوی هم است، سخن شخصیتی است که بدون موقف و نقشی ازی راه نجات ندارم، بدون تابعداری ازی راه رسیدن به الله ندارم. سخن شخصیتی است که بدون شفاعت ازی من هیچ راه خلاصی ندارم. سخن شخصیتی است که الله برام انتخاب کرد امام. سخن شخصیتی است بالمؤمنین رؤوف الرحیم حریص علیکم. الله اکبر. لقد جاءكم رسول من الله. برای شما شخصیت پیغمبری آمده. میشناسی شخصیت پیغمبره؟ کدام شخصیت است؟ پدر جان خود چقدر دوست داریم. پدر جانم وصیت کرده، ما این وصیتش نافذ میکنم. و مردکه بدعت است نکو، پدر جانم گفته، ماندنیش نیستم. از پدر کده که خیلی به درجه ها بالاتر قدر و قیمت داره، که الله برات گفته لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه. سرش خیلی دشوار تمام میشه، سخت تمام میشه. رسول الله نمیخواه که امت در تکلیف باشه. پیغمبر میگه کسی که نماز خفتنه با جماعت ادا کرد نصف شب زنده تیر کرد. الله اکبر. ای بنده مومن، قدر تا میدانی، عزتی تا میدانی، شخصیتی تا میدانی. عزیز علیه ما عنتم، سخت تمام میشه بالای رسول الله چیزی که شما را به سختی و دشواری میندازه. حریص علیکم، حرص داره بالای شما یک لحظه تون ضایع تیر نشوه. این لحظات قیمتی، این 10 شب اخیر، این قطعا نمونطور تیر نشوه. به اون خاطر رسول الله میگه من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بنده مومن به چی خیلی نیاز داری؟ به چی خیلی ضرورت داری؟ آنی خو حالت شاید اصلاح بکنی، گپ شنیدی، به هوش آمدی، لیکن حالات سابقی تا چطور میکنی که در غفلت تیر کردی، در تکبر تیر کردی، مغرور بودی، خطاها از پیشت شده، میخوایی گناهایت بکمل محو شود؟ ای بندی مومن، ای بندی مومن، میخوایی گناهایت دفع شود؟
رسول الله میگه کسی که لیلت القدر از روی ایمان و طلب اجر الله هیچ وجه دیگه بدش نبود، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناه سابقش مکمل از بین میره. ای بنده مومن دیگه چی نیاز داری؟ احسان الله را ببین، چقدر عظمت بر تو قائل است، ذاتی که تو را پیدا کرده، چقدر حیثیت به تو قائل است، ذاتی که تو را رزق داده، چقدر مقام و منزلت برای تو قائل است، ذاتی که تدبیر اموری تا کرده که تو شده ای. او جوان، او انسان تنومند، او انسانی که طیاره را به آسمان به پرواز در میاری، کشتی را در بحر در حرکت میاری، موتر در زیر پای حرکت کرده رویسته، این جهان در خدمت تو است. و انسان میدانی الله برات میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، و قرآنی که در خانیت است، و قرآنی که تو قطعش تعلق داری، میفهمی منزلت زوره. ما نازل کردیم قرآن در این شب. نزول قرآن در این شب در کدام مرتبه رسوند، به کدام درجه رسونده؟ یک نزول قرآن همسایگی قرآن با شب آمده. شب کدام منزلت به دست آورده؟ کدام منزلت؟ قرآنی که در شب لیلة القدر آمده، انا انزلناه فی لیلة القدر. کدام شب؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، و شبی که از 1000 ماه عبادت از این عظمت داره. همسایگی قرآن این قدر تاثیر در شب گذاشت و شب مبدل کرد عبادتش به زیاد از 1000 ماه. ای مسلمان، قرآن در قلبت است، لا اقل سوره اخلاص یاد نداری، آیت الکرسی یاد نداری، منزلت قرآن میفهمی؟ راستی تا بگو که دکانداری سرت آلی دیده شب خیلی زیاد ارزش داره، یا شنیدن قرآن و تلاوت قرآن و مطالعه قرآن؟ پیش کو سندی تا، سند محبتی تا، سند نیازمندی و احتیاجی تا که ما بسیار گناهکار هستم، میخوایم که گناهیم بخشیده شود. موتر استاد کردی، دفتر بند کردی، دکان بسته کردی، مسئولیت های قطع کردی. الله رحم بکنه. عزیز زیاد انشالله بس است بر ما، بس است بر ما. نمی بینم که تو انسان الله چقدر الله عظمت میبخشه. پیغمبر برای چی میگه؟ الله برای چی ثواب قائل است؟ خبر داری معززترین ملک به نزد الله جبرئیل امین است. کی است؟ تنزل الملائکه و الروح. تنها جبرئیل امین نه، ای بنده تنها جبرئیل امین نه، ملائک میآید برای پذیری شما، برای استغفار شما، برای آمینگویی شما. اگر تو بنده از سوز دل در این شبها واقعا در تلاوت قرآن مصروف باشی، واقعا در نماز مصروف باشی، واقعا در گریان باشی، واقعا در توبه باشی، واقعا در عبادت الله سبحانه و تعالی مصروف و مشغول باشی، وای خاک بر سری او کسی که این شبها تیر شوه ولی گناه باقی بمانه، این شبها تیر شوه این بنده تقوا را اختیار نکنه، این شبها تیر شوه و یه احساس نکنه که کدام شبها از ما تیر شده، این شبها تیر شوه و از عبادت الله لذت نگیره، این شبها تیر شوه و از قیام و از طاعت و از دعاهای خود لذت نگیره. یقینا محرومی واقعی و حقیقی همین شخص است. الله ما را از محرومی نگردانه. دوستان متوجه شویم، درک بکنیم حقیقتا کفایت میکنه. اگر چی وقتم تیر شده به خاطر ازی که احکام صدقه فطر و بعضی گپای ضروریش گفته باشیم، انشالله در جمعه دیگه هم برایتون گفته میشه. فقط در مورد اعتکاف براتون میگم معتکفین اکثر موبایل ها می داشته باشه و خصوصا من ایره در جمعه های گذشته و در ترجمه میگم اون جوانا عمرتان ضایع نکنی، مصروف نکنی در فیسبوک ها، مناظره بیجاره نکنی، بحثای بیجاره نکنی، طاعت عبادت الله را ترجیح بدی، حدیث روان کنی، دلیل قوی روان کنی، بحثای بیجا، بدگویی های بیجا نکنی، گستاخی در حق سلفتان نکنی. به خاطر این بدبخت که خود منصوب به یک امام میسازه تو امام دودش نام نده، ایشان تو نیست، ای ادب تو نیست. در این طور شبها خودداری کنی، جر و بحثای بیجای تنظیمی
الا تو اینطور کردی اینطور کردی. گپ از عمل مثبت بزنی، عمل مثبت. از خیانات دفاع نکنی، از حقیقت گپ بزنی. چقدر آماده شدیم، چقدر خدمت کرده رویستیم، وقتی تا نزایی نکنی. اعتکاف میشینه لیکن کل عمر جنجال برای معتکفین دیگه میشه. اعتکاف قطع تعلقات دنیوی هست. در 10 شب تو تمام مصارف و مشاغلی که سالا بند بودی تو را مانع از توجه به الله ساخته بود، قطع کردی. قطع آلی فقط و فقط توجه تا با الله سبحانه و تعالی بسته کن. در محلی قرار داری. این اعتکاف اجتماعی ما که در منزل بالا میشه خو تاثیرگذار نیست. تاثیرگذار وقتی است که خفتن مسجدی تاریک باشه، برق نداشته باشه، مردم کل گیتید شود، تو تنها در مسجد بمانی، از یک طرف وحشت میکنی کدام چیز نباشه، تاریکی را احساس میکنی، وحشت بگیرت. لیکن دمی فرصت دیادت بیا که بازم مسجدی کلان است، در اختیاری خود هستم، در بیرون میبرم، دروازه را باز میکنم، کلکی نواز میکنم، بیرون نسای میکنم، گروپ قطم است او را داغ میکنم. روزگاری که در او قبر مانده میشم که کلی دروازه ها سرم بند میشه، روزنه روشنی برم هیچ وجود نداره. اونجا یک روشنی بکار است. یاران او روشنی از کجا گرفته شود؟ او روشنی از کجا بر ما حاصل میشه؟ او روشنی را پیغمبر بر ما گفته. او روشنی عقیده است. او روشنی عمل است که امر ایت است. چرت بزن. چی میکنی در این عمرت؟ از اعتکاف که بر آمدی آلی درک میکنی که چقدر عمر مضایع شده. 6 شومه بندی بودم، قدر نعمت آزادی را فهمیدم و آنقدر خودم ملامت کردم. دمی 6 شب هر لحظه بجز از اینکه خودم ملامت کنم و می گفتم که بسیار بی‌ادبی در شان الله نعوذ بالله کردی. تو چی کردی؟ چی عبادت الله را کردی؟ چی خدمت دین کردی؟ این وقتا ضایع شد از پیش تو چی کردی؟ روزی آلی خوش تمه داشته باشی که پس برایی، روزی که پس نمی برایی، الله اکبر. امی است که این مردا وقتی حالات خراب اونجا ببینه تمناها میکنه که ما یک دفعه باز بگردم در طرف دنیا و ما اینطور کارا میکردم. الله امو تمناها را پیش از پیش در قرآن بر ما بیان کرده. چقدر احسان بزرگ سر ما کرده، ما را هوشیار کرده، بیدار کرده. خب ما هوشیار و بیدار شدیم. الله متعال بکنه که ما بیدار شویم، دقیق بیدار شویم. این شبها را آنقدر عمر قیمتی خود تلقی کنیم با هیچ وجه، به لهو و لعب، به خوب. این گپا از پیش ما ضایع نشود در بازار و در راه و در مصروفیت ها و در فیسبوک و در یا از پیش ما مصرف نشود. توجه و اقبال ما طرف الله متعال باشه. دیگه احکام باقی میمانیم در چی دیگه. فقط صدقه فطر براتون میگم، یک تعداد دوستا پیش از پیش پیسه داده رویسته. صدقه فطر از طعام میشه، الا در وقت ضرورت یک محصل یک کسی است که هیچ طعام پیدا نمیشه، مجبور است پول بده. او رام علما کلشان اجماع نداره، قائل نیست که میشه. یک تعداد علما میگه بازم نمیشه. رسول الله خوراک داده، خوراکای خاص و آن چیزی که قوتی بلد است، یعنی خوراکی امو مردم است و پیش داده را میشه. صحابه 2 روز پیش او رام صحابه دادن نداده، جمع کننده. او وقتا هم اینطور کسا بود که صدقه فطر جمع میکرد، در مستحق واقعیش میرساند. ما هم اینطور بکنیم. کابل جان بسیار خوب است، اما در دیهاتا، در ولایتا فامیلای شهید داریم. رمضان تیر شده، به الله قسم اگر گوشت در دیگ انداخته باشه یا گوشت بشناسه چقدر خوب است. نمیتونیم اینجا برنج خوب بگیریم، خرمای خوب بگیریم، کشمیش خوب بگیریم. بخیل نشوی، کنجوس نشوی که چارک گندم وزنش هم کم میکنی، باز در نرخی مندهی شمار میکنی. مثلا خدا دادم او بی غیرت نداری. دی تو ماه مبارک رمضان حال فقیر در نظر بگی، محبوب ترین چیز به او بده، زیاد بده. خورد کم همو خوردم یا اوسو میکنه. افسوس است.
دستت باز باشه ببر که یتیمکا در روز عید خو یک برنج بری خود پلو کنه بخورشه بفهمه. نمیتونیم این کارویا را ایره به خاطری گفتم که دوستای ما یکی ولا یحض علی طعام المسکین ارأیت الذی یکذب بالدین. آیا تو دیده یو کسی را که تکذیب روز جزا را میکنه؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یو شخصی است که یتیم حالش مراقبت نمیکنه. ما از او جمله نشویم، حال یتیما را مراقبت بکنیم. ولا یحض علی طعام المسکین، خودش خو نمیده دیگه کسی خو ترغیب کنه. این ترغیب هم نکرده. خانواده های خیلی فقیر و مسکین ما و شما داریم در هر جای. در زمین خود بگیری که اینمی صدقه فطری دوستای خود ما در اونجا در مستحق واقعی رسانده میتونی. از هر منطقه هستی، از وردک هستی، از لوگر هستی، از جلال آباد هستی، از لغمان هستی، از قندوز هستی، از تخار هستی، از بغلان هستی، از پروان و بامیان هستی، هر کدام میتون هستی، از زابل هستی، از غزنی هستی. جاهایی که جنگ دیده است بیچاره تباہ و برباد شده، نه میوه نه دانه، تمام عمر در زد و خور تیر کرده، راحت تا ندیده. او تر فامیلا را شناسایی کنی، وظیفه تان است جوانا. هر عبادت بری خود موسم داره. موسم در وقت ذکر که پیغمبر ذکر کرده قرآن ثواب نداره به اندازه از او. یادتان باشه قرآن بهترین ذکر است. خود وقت ذکر رسول الله، ذکر رسول الله را بکن. در کدام موقعی که کدام عبادت رسول الله کرده او را ترجیح بدیم. آلی چقدر خوب موقع است که ما چقدر فامیلای مستحق لیست گرفته میتونیم و شریک میسازیم. برای ما الحمدلله از بیرون دوستا روان میکنم، من لیست میداشته باشم و دوستا را ما وظیفه میدم، پول برشان میدم، برنج برش میخرم و میگم که قبل از عید رفتن بعد تسلیم فقیر بکنی که هیچ شک و شبهه در قبول شدن صدقه فطر دوست ما پیدا نشود. صدقه فطر دوست ما پیدا نشود، بالکل حق به حقدار برسه. بهانه‌گیری نکنید در بیادرزادیم دادم. مستحق است. چی مستحق است؟ کدام مستحق است؟ تلویزیونی کلان شیشه در خانهش است، در جماعت یک روز نمیه، تمام روز فیلم سعی میکنه. مستحق است کجاست؟ پودر زده رویست، شرابم میخوره. زدی خودم 3 دفعه طلاق داده بازم نگاه میکنم. بکی یک کمی دقت بکنی. دین است، دین. این مسائل و احکام دین است. این سطحی نگیره. با شماستیم که جامعه را حالش تفقد بکنیم، خود خبر بکنیم که مستحق است. الله متعال این پیام مرا انشاءالله به شما و دوستایی که در بیرون و خارج است برای از وام برسه که وام احساس بکنه که کجا رایی میکنه و چه قسم میده. این را باید در ذهن خود بگیریم. الله از پیش ما سوال میکنه صدقه فطر دکی دادی؟ صدقه فطر نصاب نداره. هر کس که توانمندی داره همین قدر. یک نفر 3 کیلو برنج، 3 کیلو برنج که 100 روپه کیلو بگیریم 300 روپه میشه. 300 روپه که در پیش از عید بعد از طلوع فجر عید که تو 300 روپه داشته باشی صدقه فطر سرت است. این نصاب نیست. این نصابا را رسول الله وضع نکرده. حدیث نوشته کرده نخواندم فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر، نگفت صاع من تمرین. در آخرش امور یک حدیث میایه که فاما اغنیاؤکم، هرچی که غنی شماسته که خب توانمند استه، فیزکیه الله او را دیگه نمو میده و زیاد میکنه مالش. و اما فقیرکم، فقیرشکم شما که صدقه فطر میده، فیرد علیه اکثر مما اعطاه، بازگردانیده میشه زیاد از آن چیزی که داده. اینجا نصاب نیست. خدا فریب و بازی نده. من فقیر استم سر من نمیشه، من فقیر استم سر من نمیشه. سبا که توی بچهش میشه که عذر میکنی که من خانه خدا بیکار میکنم، توی بچه تیجه بگی نه مردم تا نمیده مرا، من که در بیننزیر و اورانوس و ممتاز محل نگیرم هیچ شده نمیتونه. اونطور نکنه. الله متعال رحم بکنه. در خاتمه در این پنجشنبه دعاست، ختم خونی است، دعا میکنیم ترجمه قرآن کریمه. ای دوستایم رفت عمر از پیشتان، یک کمی به هوش به خیر است. همون یک روزم برای 1 ساعت 2 ساعت خود شریک شوی خیر است. خو انشالله اگر شریک شدی، اگر افسوس نکردی که چی عمر خود ضایع کردم و چی قدر چیزی با ارزش از دستم رفته. از خاطر یک دعوت عمومی است
ما به خاطر از این دعوت نمیدیم که میگیم پیسه برای ما بدی. اولی چنده میکنم، این چنده را به خاطر از این نمیکنم که ما درمانده هستیم، انشالله پوره میشه. ما یقین به الله داریم که همین قدر موتر را گرفتیم پولش تادیه میشه، انشالله پوره میشه. لیکن صرف به خاطر از این که هر برادر و خواهر مسلمانی ما در این پروسه قرآن شریک باشه، از او خاطر ما چنده میکنیم. امروز دوستایی که از بیرون وعده داده بودیم این جمعه را برای ازوا در جمعه دیگه انشالله چنده میکنیم. این جمعه را اختصاص دادیم به چنده دوره تفسیر و مقصد و میسته که کلگی ما شریک شویم در پروسه خیر، شریک شویم، حساب بگیریم که الله برای ما. این مهم نیست که چقدر مندازم چقدر نمیندازم، او کاری تو است، او کاری توست، به ما تعلق نداره. ما فقط دلالت به خیر میکنیم که الله متعال ما را در اجر شریک بسازه، در خیر از نه. بارک الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فدای حرف پیغمبرم، اسلام ما دین برترم، پیغمبرش بهترین عالمم.